آقا چه خبره تو رپ فارسی؟ چه خبره؟ چه خبرتونه؟ بچه ها سلام، خیلی مخلصیم، رضاتونم دوچارتونم زیاد. ترک قبلی که من ریاکشنشو گرفتم ترک شاپور بود، ترک باطل دیس به پوری. الان متوجه شدم که ترک جیدال اومده دیس به پوری. دم آلبوم بنده خدا همه دیس ترکا رو آماده کردن که همه جوره بخوان، حس میکنم که آسیب بزنن به ویو پوری، چون یه همچین اتفاقی میفته، یعنی همه توجه ها از اون انگار برداشته میشه. اما باز در نهایت من حس میکنم که این اتفاق نمیفته، یعنی همه اینا باعث بیشتر هایپ شدن آلبومش میشه، با اینکه شاید توی همون اولش اینجوری باشه و ویو اولیه، ولی باز تبلیغات، ببین دیس هم اینجوریه که تبلیغات منفی هم باز تاثیر مثبت داره روی طرف در دراز مدت. بخوایم بگذریم از این موضوع، قراره که ترک کفتر بازی رو داشته باشیم از جیدال. جیدال دیس داده به پوری، یعنی واقعا پشمای من داره میریزه چه اتفاقی داره میفته تو رپ فارس. اصلا چرا این حجم از دیس واقعا عجیب غریبه. بریم که ببینیم جیدال چیکار کرده. جیدال فکر میکنم که الان از گروه پایدارم اومده بیرون، تا جایی که من خبر دارم. بریم ببینیم که چیکار کرده دیگه. برو بریم بچه ها. قبل از هر چیز میدونید چنل 2 رو برید حتما ساب کنید، لینکش تو دیسکریپشن هست. راجع به اینکه چه خبره و چیا توشه من خیلی توضیح نمیدم، خودتون برید ببینید که چه جوریه و داستان از چه قراره. و اینکه لینکش هم این پایین براتون، آیدیش هم به احتمال خیلی زیاد میذارم که برید ببینید دیگه، یعنی داشته باشید. آیدی رو خود ویدیو هست، میتونید برید سرچ کنید تو یوتیوب پیدا کنید و سابو از این داستان ها حتما سر بزنید بچه ها. اتفاقات خیلی خفن رپی هم هست. برو بریم کفتر بازی از جیدال. سینا عشق داداش، اون فیلکوش در رست تو جاش. سیگنیچر خود پوری بود دیگه این فیلکوش در رست تو جاش. فیلکوش آلبوم پوری. علمای صدر رپ فارس. من با نسل 4 هیچ مشکلی ندارم، ولی این کسکشو باید میگاهیدم یه جایی. گفته بود من فیدم دیگه، یکم هم بازی کنیم. وقتش بود بیام بالا سرت، کیرم تو خودت و هرکی بوده بالا سرت. میرینم به آلبوم بالا سرت. الان بعد آلبوم پوری اگه بخوایم در نظر بگیریم میشه حسین و حمید صفت. قبل آلبوم پوری حمید صفت بود بیام بالا سرت، کیرم تو خودت. فکر کنم جیدال مشکل داشت قبلا با حمید صفت، یادم نیست دقیقاً. تو هرکی بوده بالا سرت، میرینم به آلبوم تخمی پای ترک. ببینم که فیده من یا اونی که با هم بده. دیدی گفتم اومده برای اینکه اصلا با این داستان که بخوام فید کنم آلبومو. تخمی پای ترک، ببینم کی فیده من یا اونی که با هم بده. رپت میزنه بیرون یا نمون روی زنا. گفته من بهتر بوده اوج تو با پول سپاه. لاته داره یا چه لاینی. تخمی پای ترک، ببینم کی فیده من یا اونی که با هم بده. رپت میزنه بیرون یا نمون روی زنا. گفته من بهتر بوده اوج تو با پول سپاه. گفته من بهتر بود یا بهتره. رپت میزنه بیرون یا نمون روی زنا. گفته من بهتر بوده اوج تو. گفتم من بهتر بود از اوج تو با پول سپاه. یعنی میگه من اگه افت کردم کسی توی مایه ها که سگش میارزه به اوج تو با پولی که داری میگیری و باش داری فیمتو بیشتر میکنی. جیدال دیوونه شده. میدونی چند وقت بود همچین لاینایی من از جیدال نشنیده بودم. حالا نمیدونم تأثیرات اینه که از پایدار اومده بیرون، آیا اونا تأثیر داشتن روی کاراش یا محتاط‌تر میشده قبلا. ولی تا اینجا جیدالی رو داریم که لاینای خفن داره میزنه.
من حقیقتا اسمی که برم تا به اینجای کار که ضعیفتر باشه بیرون یه نمور بوی زنا گفته من بهتر بوده اوج تو با پول سپا لاته داره یا تو ویدیو کونه انگار همه بهروزم بری توی سوت دلان فدای سروشو داد بره به آقا جانی سر تویی دادی تو سروشو لاکاردایی گاد چیه حزب میگه که پشمام حاجی پشمام میدونی چیو زد لاینی که پوری استفاده کرده بود واسه شاپور اینجوری بود که شما اومدی و فکر کنم تو همین مایه ها بود که فدایی اومد با سروش اون حرکت ها رو زد میگه که فدایی سر مهدیار سروشو بره به آقا جانی سر تویی دادی تو سروشو دلان فدایی سروشو داد بره به آقا جانی فدایی سروشو داد بره به آقا جانی یعنی تو به مهدیار فروختی سر تویی دادی تو سروشو لاکاردایی تو سر توهی سروش هیپاپولوژیست رو داره میگه فروختی یا سروشو لاکارد دادی در نهایت سر توهی مثلا پشت گری به رفیقه پشمام لاینی بود که خود پوری استفاده میکرد و برگشت به خودش من اصلا فکر نکردم بودم به این موضوع گاد چیه حزب باد نسبت خواهی مالی نوع رپ پاسداری ویو فیک سازمانی لات بازیاتونم کسچره همه تش همه خواهی مال نظامی که سر کش چیده تیو لرز میکنه با رپش خودم کانادا کیم دهنت کف رش دور بر نداری که دور تو خودم کانادا کیم دهنت کف رش دور بر نداری که دور توه اعتماد نکنی به هر چاقالی دور توه میدونی چرا رپ تهران دیگه خوابیده دور بر نداری که اعتماد کانادا کیم دهنت کف رش دور بر نداری که دور توه دور بر نداری که الان دور توه اعتماد نکنی به هر چاقالی دور توه میدونی چرا رپ تهران دیگه خوابیده چون چند سال قلب رپ فارسی تورنتوه تو لجن رپ شنا کردیم مثل لاینی چون چند سال قلب رپ فارسی تورنتوه تو لجن رپ شنا کردیم مثل قواس دل خب میگه میدونی چرا دیگه توضیحی نداره ولی خب باز میگه میدونی چرا رپ تهران خوابیده چون الان این روزا خیلی تهران به نسبت گذشته که رضا پیشرو توش بود و فلان و خیلی انگار چیزتر شد دیگه کمتر دیده میشه این روزا به خاطر هم بکس شمال هم گمرون هم جای دیگه میگه که سال قلب رپ فارسی تورنتوه چند سال قلب رپ فارسی تورنتوه هم میتونه خودشو بگه هم میتونه کلا بقیه بچه ها رو بگی کسایی که تو تورنتو هن ولی بیشتر الان فکر کنم خودشو داره میگه اوکی تو لجن رپ شنا کردیم مثل قواس دل سنگ را ساختیم ما مثل هر راز خیلی ها متواری خیلی ها زندانی شدن که توی رتم رو پاشی بری پی جواز مشکلی نداشتم من ابدا زیقی با بری پی جواز برای چندمین باره که این داره به پوری زده میشه همون داستان دوستی با مردم شدن که توی رتم رو پاشی بری پی جواز مشکلی نداشتم من ابدا زیقی با تو بهم انداختی خوشحال کنی ارباب تو مهم نمیشاشم من امرو رو سیویلاتو یه ترک آمونی یا که یادگاری اما به تو سیاسی نمیخونم من ایرانم جون بودی رپر گنگستر کی یادم آقازاده یکو دادم ایران من حتی شجاع‌ترن میگه که میگی سیاسی نمیخونم از ایران بعد میگه که جون من ترک رپر گنگستر کی یادم آقازاده یکو دادم ایران من آقازاده یکو میگه من تو ایران بودم دادم با این حال که تو میگی من تو ایرانم و سیاسی نمیدم ایوه حتی شجاع‌ترن دخترای مدرسه ای میگه لاته ولی لات مگه چوقی میشه میگه گاده ولی خدا مگه پولی میشه به همین صفت بگو بگانده خب
خدا مگه پولی میشه. میشه میگه گاده ولی خدا مگه پولی میشه. البته باد پولی دیگه یه ربطایی هم میتونه داشته باشه به ترک دیس ترک هیپاپولوژیست. همین صفت بگو بگانده خب پول سپاه و استعداد نداره رپ کردم مگه زوری میشه. آلبومش بگاهی شده لوچه سپاهی شده دیس بدم فشاری شده آخر زمونه کفترم جنایی شده. آلبومش بگاهی شده لوچه سپاهی شده دیس بدم فشاری شده آخر زمونه کفترم دیگه فشاری شده تتتتتتت خود بگاهی شده ترک تتپته از پوتی. همتون با هم ترک میدید همین اتفاق هم میفته دیگه. من چیکار کنم؟ من یه نفرم آقا جان. ترک تتپته از پوری که دیس به هیپاپولوژیست بود همون کارسو برداشت دوباره استفاده کرد. شده آلبومش بگاهی شده لوچه سپاهی شده دیس بدم فشاری شده آخر زمونه کفترم جنایی شده. فشاری شده آلبومش بگاهی شده علی جی میدونه کی بزنه صدا میکنه با جلی و میریزم من روبی تو حلقه تو وزارت بگن یارو سعید امامی شده کفتر کاکوزری بیا. سعید امامی بچه نمیدونم کیه بگید برام تو کامنت ها اگه میدونید. روبی تو حلقه تو وزارت بگن یارو سعید امامی شده کفتر کاکوزری بیا واسه من رو. چه جالب نمادتم یکیه با پرستوها فکر کردی تموم آدزه بازی به نفع تو با شیشو بش میکشم این بار زیر بر خوبا. با استعدادی توی کونت رفته چه بر استعداد تو میشه پله بر صفر به نظر من. میگه با استعدادی ولی چه فایده همچین چیزایی که توی کونت رفته چه بر استعداد تو میشه پله بر صفر. کونت رفته چون استعدادت میشه پله برای صفت. یعنی این استعداد تو جای بدی داری خرج میکنی و فقط داری همین صفت رو فیمتر میکنی. اسم زد و بندو. به نظر من تو بردی اونو بالا بگو رفتی تو لیبلش بودی لنگ چقدر معروف شدی و داره خیلی داره بد میزنه باورم نمیشه از جیدال برات این تازگی باریک 30 سالگی رلش بودی لنگ چقدر معروف شدی و داره برات این تازگی باریک 30 سالگی رسیدی به 20 سالگی تو عبد شاعر مریضه ای میگه معروف شدی برات تازگی داره. آفرین 30 سالگی رسیدی به 20 سالگی من که تو 20 سالگی فیم تو رو داشتم. باریک 30 سالگی رسیدی به 20 سالگی تو عبد شاعر مریض ایران جیدال اگه جمهوری بره تو میشی زیر خواب کی داشته دوست داره نسل 4 ولی توی چاقی مال نسل جری برو بیت کن سری دست آقا رو همین کنارت یونیفرم سبز عنی جناب سلمان و ولش حالش اصلا نی خوش تو خودت خوب میدونی حمید رضاها رو کی کش زنای ایرانی رو سری آتیش زدن تو فکر باز اشاره داره به داستانایی که اتفاق افتاد توی پارسال. خوب میدونی حمید رضاها رو کی کش زنای ایرانی رو سری آتیش زدن تو فکر جیره بودی سپا بچه ها رو میکش مظلوم نمایی نکنه انقدر نرخه حرف سیاسی تو اون داره همه بر خیلی ها اعتراض کردن آره کف ایران سر به دار و بالا داری سر خم عشق لاتی داری اینو کردم برا تو چاق کفتر رو در نمیارن ادوقا یادم یکی میگفت آقا بابا تیر میگی چه لاینی کفتر رو عدد در نمیارن کفتر رو در نمیارن ادوقا یادم کفتر رو در نمیارن ادوقا یکی میگفت آقا بابا تیر میگیرن ولی افسار و تن و کافیه برا اولا آقاش بگاهی شده لوچه سپاهی کجا بود این جیدال؟ کجا بودی داداش؟ واقعا کجا بودی؟ خیلی خوشحالم که این جیدالو داریم. داشت تو همیشه دیس بده. خیلی خوب بود باریکلا جیدال. آقا ترک خوبو میگیم دیگه. واقعا جیدال خفن قشنگ خفن اومد جلو. باریکلا. باید ببینیم که ببین پوری تا الان باید جواب شاپور رو بده و باید ببینیم که ریاکشنش به جیدال چیه. خیلی دوست دارم ببینم چه اتفاقی قراره بیفته ولی ترک کفتربازی با احترام کامل به نظر من از
ترک های شاپور حس میکنم یه سری جاش واقعا خفن‌تر بود، لاین های خفن‌تری استفاده کرده بود. شده دیس بدن فشاری شده. الان تا دیروز میگفتم ملتفتی، الان دوباره چیز میشه پایداریون. آخر زمونه کفترم جنایی شده، آلبومش بگاهی شده، چه یه سپایی شده، دیس بدن فشاری شده. آخر زمونه کفترم جنایی شده، پوری مخبر و دوله زمونه کفترم جنایی شده، پوری مخبر دوله. ببینم این یوتیوبر رو باید میگن از همین صفت، خونه‌شون رو میدی به آدماش، روز خوب اینا رفیقات بودن. ببین این جاده‌ای که تو داری توش 4 رل میری، همسال من آسفالت کردن. حواست باشه گو بخوری برام، بالاخره یه جا یقتو میگیرم. بیا اشک ترکیش که هرچی دارم. اشک میشه همون خر خودم. آقا اینم از ترکی که افتربازی از جیدال. باریکلا جیدال بعد مدت‌های زیاد من ترکی که واقعا حال کنم شنیدم. دروغ چرا؟ و اینکه باریکلا امیدوارم اصلا جدایی از بحث دیس و دیسبک ما این جیدال و این ورژن جیدال رو داشته باشیم کلا، چون واقعا لاینای خفنی مینوشت قبلا جیدال و قلم خفنی داشت. من یادمه، یعنی منی که خیلی ساله دارم رپ فارسی گوش میدم این داستانو کامل یادمه. اینم از این باید ببینیم که ریاکشن پوری چیه نسبت به این ترک و دیس ترک شاپور. تا الان 2 تا دیس بهش اومده، هم به خودش هم به آلبومش، و باید ببینیم که چجوری میشه داستان. نظرتون حتما بنویسید توی کامنت ها راجع به این ترک، چقدر با این ترک حال کردیم، و اینکه لینک چنل 2 حتما گذاشته میشه تو دیسکریپشن، برید ببینید بچه ها ویدیو ها رو. نمیگم راجع به چیه، خودتون برید ببینید داستان از چه قراره. و اینکه همین دیگه، خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، دوچارتون هم زیاد، عشق داریم.